السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. این رو میگیریم بعد از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله چرا صداش نمیاد؟ بله من شما رو گوش میکنم. یعنی شما میگویید که امام ابو حنیفه در آخر خودشون از دنیا گذشتن یا کشته شدن؟ یعنی حجاج خلیفه بود است اون رو کشته است. سلامت باشید. سلامت باشید. ما در پاسخ با شما هستیم. در پاسخ با شما هستیم در این برادر. این برادر سوال میکند که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که 150 هجری از دنیا گذشتن با مرگ طبیعی یعنی خودشون از دنیا گذشتن یا کشته شدن؟ چون که در بعضی محفل ها میگن ما شنیدیم که حجاج ابن یوسف ثقفی رو در نظر دارد، میگه حجاج خلیفه ظالم گذشتگی هست که میگه اون کشتگی هستن میرا، یعنی کشنده امام اعظم حجاج باشد. این سوال این برادر است. شما ببینید امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زمان عباسی ها ابو جعفر المنصور که اکثر تاریخ ها این رو راجع میدونن که اون رو برای قاضی شدن دعوت کردن و اون تسلیم نشد، دست کشید از این. در اونجا بعداً چند شکنجه اون رو کردن، در سن 70 سالگی از دنیا گذشت. و اون سخنانی که شما گفتید یا شنیدید که از بعضی ها شنیدیم که گویا حجاج ابن یوسف ثقفی اون رو کشته باشد، این نادرست است، به خاطر اینکه وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی از دنیا گذشتن امام اعظم رحمت الله علیه 12 ساله بودن، کسی اون را نمیشناختن قریب که. بنابراین این غلط است، چون که از لحاظ تاریخی هم فاصله زیاده. وقتی حجاج ابن ثقفی گذشتن امام ابو حنیفه 12 ساله بودن. شما میدونید که امام اعظم در سن 70 سالگی از دنیا گذشتن. بنابراین در بعضی کتاب‌ها هست که اون زهر داده کشته شدگی است، اما قول اول گفتگی هم راجح تر است. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله شکر. بله گوش میکنم. اولین کتاب کی تصنیف کرده باشد در اصول فقه میخلا؟ سلامت باشید، ما در پاسخ با شما هستیم. گفتن اولین کتاب اصول فقه در اسلام کی نوشتگی است؟ شما ببینید امام اعظم رحمت الله علیه با اتفاق تمام بزرگانی که تاریخ و سیرت صحابه و تابعین تبع تابعین را نوشتند بر این قائلند که اولین کتاب اصول فقه را امام اعظم نوشتگی هستند به نام کتاب الرأی، که این جمع‌آوری نشد و یعنی در چاپ و در طبع نرسید. البته دوم انسانی که در اصول فقه نوشتگی هست ابن خلدون میگوید که اون امام شافعی رحمت الله علیه است به نام کتاب رساله، که اون رساله چاپ شدگی هست و چاپش هم وجود است و در مردم رسیدگی هست. اما اولین انسانی که کتاب اصول فقه نوشتگی است به نام کتاب رأی، کتاب امام اعظم رحمت الله علیه هست. شما ببینید برادران عزیز، اون خدمت ها و ملکه اجتهاد و استنباطی که امام اعظم داشت بزرگتر از تصنیفات امام اعظم هست. یعنی بعضی ها میگویند که مثلا فقه اکبر فقط نسبت داده میشد به امام اعظم، چند رساله درباره علم و تعلیم علم و مسند امام اعظم که اون را هم گفتن و شاگردان نوشتن. شما این فکر را داشته باشید که خدمتی که امام اعظم میکردن در میان اون 1000 شاگرد، در میان اون 700 شاگردی که 40 نفر داشتن ملکه اجتهاد و استنباط خودشون رو مسئله را استنباط میکردن، اونها مینوشتن، این مهمتر از تصنیف و تالیف بود. بعداً امام اعظم شاگردانی داشتن. شما ببینید یکی از شاگردان اون محمد حسن شیبانی که ظاهر و روایت را نوشت، 6 کتاب امام اعظم که همه فکر امام اعظم، استنباطات امام اعظم، اجتهادات امام اعظم در این 6 کتاب جمع شدگی هست. و اینها را ظاهر و روایت به خاطر میگویند که
امام محمد مستقل از امام ابو حنیفه این استنباطات را جمع کردند و در کتاب نوشتند و اون کتاب ها 6 کتاب هستند به نام کتاب مبسوط که اون را اصل هم میگویند، زیادات، جامع الکبیر، جامع الصغیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر. این 6 کتاب ظاهر و روایت هست که فقه امام ابو حنیفه در این جمع شدگی هست و تمام قضات اون زمان و علمای این زمان بعدا مثال در کافی کتاب جمع‌آوری شدن این کتاب ها، یعنی علمای احناف، علمای حنفی مذهب، قضات احنافی که به این فتوا میدهند و مفتیانی که فتوا میدهند به این کتاب های اصل مراجعه میکنند. با نادر و روایت داریم ما 4 تا ادیات که به نام رقیات و کیسانیات و هارونیات که در زمان هارون الرشید نوشته شده، جرجانیات، اینها هستند. یعنی شاگردان این امام اعظم را امامی مذهبی بزرگ مسلمانان قرار دادند بعد از وفات ایشان و اون خدمت هایی که امام اعظم کردند اون امام را امام کردند، در اینجا رساندند. و شما ببینید مثلا فقه امام مالک را شما بخونید، اسد ابن فرات یکی از علمای مالکی هست که اکثر فقه مالکی با این واسطه این مرد نوشته شدگی است، با فتاوای این نوشته شدگی است، با فکر و رأی این نوشته شدگی است. این اسد ابن فرات کی است؟ شاگرد محمد ابن حسن شیبانی، شاگرد امام اعظم را شاگردش است. برای همون یعنی وقتی که امام شافعی رحمت الله علیه خودش محمد ابن ادریس شافعی شاگرد امام محمد حسن شیبانی هست، شاگرد امام اعظم هستند. برای همون رحمت الله اون شهرت و شجاعت و یعنی اون مهارتی که دارن، حدیث را از مالکی ها، فقه را از حنفی ها گرفتن. بنابراین امام شافعی رحمت الله علیه شهرت بلندی دارد که یک روز درباره ایشون حتما صحبت میکنیم. بنابراین برادران عزیز، و یکی از پهن شدن مذهب امام اعظم این شاگردان بودند. حالا آنکه شما در تاریخ محمد ابن حسن شیبانی میخونید که وقتی اون پیش امام اعظم اومد 16 سال عمر داشتن، همگی 2 سال از ایشان تعلیم گرفتن. وقتی که امام ابو حنیفه رحمت الله از دنیا گذشتن محمد حسن شیبانی 18 سال عمر داشتن. نه که در همین 2 سال خداوند میخواست که فکر ابو حنیفه، فقه ابو حنیفه، شریعتی که اون بیان میکند با فهم خودش برای عامه مسلمانان جهان، یعنی تدوین و تصریف و تألیف شود، حافظه محمد ابن حسن شیبانی رو اینقدر قوی کردند که در همین مدت 2 سال ببینید ظاهر و روایت، نادر و روایت، همه اینها را نوشتند. شما این فقها را در همه جا میبینید، در خود داخل صحابگان پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. و اون تهمت هایی که نسبت امام اعظم میکنن من نصیحت کرده گذاشتم برادر. الو، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میشه شکر خدا. شما را گوش میکنیم، شما در برآمد آنلاینی هستید. رسانده گذاشتم، گفته گذاشتم، منم همچون یک برادر شما هستم که شما درباره این بزرگ بخوانید، بعدا میفهمید که این شخصیت کی هستند و چی خدمت در جهان اسلام کردند. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بله، گوش میکنم شما. سوال شما را من نگرفتم، دوباره. مذهب امام اعظم رضی الله عنه با چند اصل ختم باز سلامت باشید. یعنی شما سوال کردید که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از چی چیزها استدلال میکنند؟ بله. سلامت باشید، ما در پاسخ با شما هستیم. این برادر عزیز میگوید که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از چی چیزها استدلال میکنند. همگان میدونند و در همه کتاب‌های اصول فقه حنفی حتی دیگر فقها این رو ذکر کردند که امام اعظم رحمت الله علیه تقریبا از 7 چیز استدلال میکنند. یعنی حکم مسئله رو از این 7 چیز میتوانند بیان کنند.
از اینجا بگیرم صدای برادر بیاد. دوباره زنگ بزن. اول امام الو. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. حضرت رسول اینجا مرکز کنی؟ بله گوش میکنم. مطلب یک سوال داشتم اگر ممکن باشه. بله سوال شما را گوش میکنیم. همین یک سوال بود که همین در اسلام همین یک مذهب را پیروی کردن چی فایده داره؟ سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. ما در پاسخ هستیم باشیم. سلام. این برادر میگوید که در یک مذهب رو پیروی کردن چی فایده داشته باشد. این رو ما حتما در پاسخ با این برادر هستیم. اون برادری که سوال کردن، امام اعظم رحمت الله علیه از قرآن استدلال میکنند، یعنی مسائل حکمی شرعی و دینی را از قرآن میگیرد، بعدا از سنت از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیرد که اون فعل و قول و تقریر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. البته اون که خصوص و فلان نداشته باشد، یعنی دوم چیز از اون استدلال میکنند. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکجا یک سوال دیم شما را؟ بله گوش میکنم برادر عزیز. الو. بله گوش میکنم شما را. همین یک از ما به تخلقان را که مقصد بعد نماز فرض کام افضل از بعد همه نمازات چه کدومش طوره؟ برادر عزیز وقتی که شما آنلاین رو گوش میکنید، موضوع ما امروز امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفه هستند که ما این شخصیت را امام مذهب خودمون رو خوب بشناسیم. شما بهتر و خوبتر میشید که از موضوع نمیبرآمدید یکم سوال دایر به مذهب میکردید. با وجود این اگر وقت باشد من در پاسخ با سوال شما هستم. سلامت باشید. سلامت باشید. این برادر میگه نه شاید در آنلاینی نیست، اون میگه که من نمیدونستم شما برآمد آنلاینی دارید. برادر عزیز گفتیم از حدیث، از قرآن، از حدیث استدلال میکنند، از سنت، بعداً قول صحابه، اجماع امت، بعداً از عرف، از قیاس، از استحسان. این 7 چیزی هست که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و دیگر فقهای احناف از این چیزها مسائل فقهی را، حکم شرعیش را میبرند. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باید نامه یک سوال پیدا شد جدا هسته؟ بله گوش میکنیم. برای چی صاحب مذهب ما شما را ابو حنیفه رحمت الله علیه را امام اعظم میگن؟ سلامت باشید. سلامت باشید برادر. یعنی این برادر سوال میکند که چرا اون رو امام اعظم میگوید. ما از اول برنامه داریم صحبت میکنیم که اون رو احد الارکان در علمای فقه میدونند. امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که الناس عیال فی الفقه بأبی حنیفه رحمه الله، یعنی مردم در مسائل فقهی عیال ابو حنیفه هستند. یعنی امام ابو حنیفه در شریعت اسلامی در مسائل فقهی به تمام مذاهب فقها منت دارند، استفاده کردند از اون بزرگ. بنابراین اون لقب گذاری شد امام اعظم. این جوابی برادر آخری بود. اون برادری که گفتیم که از قرآن، از سنت، از قول صحابه، اجماع امت، قیاس، استحسان، عرف، از این چیزها امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استدلال میکنند. البته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید که من سخنم را از پیش خودم بگوید، اون سخن را در دیوار بزنید. هر یک سخنی من تکیهگاه دینی دارد و این هست استدلالات مذهبی ابو حنیفه. برادری گفتن که مذهب چی فایده دارد. شما ببینید دین همون قرآن و حدیث است، اما خود قرآن میگوید که لعلمه الذین یستنبطونه منهم، یعنی بعضی از مسائل دینی و شرعی را آنانی میدانند که ملکه اجتهاد و استنباط دارند
و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگانش را تلقین کرد که مسائل را در قرآن و حدیث نیامد. قصه درازی است از معاذ بن جبل، گفت که اجتهد برأیی، من به رأی خودم اجتهاد میکنم. این اجتهاد را همه ندارند. بنابراین در مذهب بودن واجب است. انسان اگر دنبال کسی نباشد که خودش مستقل از قرآن و حدیث عمل کرده نمیتواند، چون که اون نمیداند این چیزها رو. و ما هزارها مسائل داریم که قرآن و حدیث اون مسائل را جواب نگفتن. اون را فقهای صحابه، اون را فقهای تابعین، اون را فقهای تبع تابعین گفتن. شما ببینید در میان صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید از وفات کرده و آمده و بعدی 122,000 صحابه داشتن پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. 10,000 اونها روات حدیث هستند. از میان اونها 130 و چند نفر که فقیهن. فقط فقهای سبعه بعد وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خود صحابه از این 7 نفره میپرسیدن. مسائلی را که در قرآن و حدیث نمیافتند از فقهای سبعه یعنی 7 فقیه صحابه میپرسیدن. اونها کی بودن؟ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، عایشه بنت ابی بکر، زید بن ثابت، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر. اینا فقهای هستند که خود اصحاب پیامبر میپرسیدن، یعنی از اینها تقلید میکردن. بنابراین از همه بدعتی بدتر لامذهبیت است. بعضی علما کتاب نوشتن در این باره، رساله نوشتن. چون که شما ببینید فقها رو در مذهب حنفی ما داریم مجتهد مطلق، مجتهد فی المسائل، مجتهد فی المذهب، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز. 7م طبقه مقلدین محض هستند. یعنی اونهایی که از این 6 تا یگم چی ندارند، باید اونها پیروی مذهب کنند و پیروی مذهب کردن واجب است. و اونهایی که گفتم زبان درازی میکنن نسبت مذهب امام اعظم رحمت الله علیه و میتوانند که با مرکز اسلامی مراجعت کنند، هر مسائل فقهی و مذهبی اونها را پاسخگو هستند با دلایل و حجت و برهان. و بنابراین مذهب بودن واجب است. برادر عزیز این فایده است. سلام رو میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز شما در برآمد آنلاینی اینترنتی هستید؟ اگر سوال داشته باشید ما در بله سوال داشتم. بله گوش میکنم. درباره یعنی تألیفات امام اعظم خودش میگفتید آیا یکون کتاب‌های و تابعین رو در دسترس مردم باشد یا اینکه نه، یا که کدام تألیفات دارن کدام کتاب‌ها را سلامت باشید. ما حتما در پاسخ با شما هستیم برادر. خب این برادر میکند که کتاب امام ابو حنیفه تصنیف و تألیف کردن و دسترس هستن یا نیستن، در این باره ما صحبت میکنیم. که گفتن تصنیفاتی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کردن. ببینید یگانه فقه الاکبر، فقه اکبر که این هم درباره فقه نیست، مسائل فقهی درباره عقاید است. این نسبت میشود به امام اعظم و چند رساله در باب علم و طلب علم از اون که ثابت میشود مسند امام اعظم. اما همه بزرگان احناف به این قائلند که اینها را هم غیر فقه اکبر که خودشون تصنیفشون هست، غیر اون شاگردان نوشتند. اما شما چیزی را توجه بکنید که من گفته گذاشتم که امام اعظم رحمت الله علیه از اون چی که میشیشتن و تصنیف و تعریف میکردن، اون فکر و اندیشه درباره استخراج حکم مسائل فقهی از قرآن و حدیث بود مصروف بدن. و این یکم عیب برای امام ابو حنیفه نیست. شاگردان نوشتن. خود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در زمان خودش نه قرآن نوشته شده بود نه احادیث نوشته شده بود، سنت هم نوشته نشد. چند چیزی در پیش عمرو بن العاص چند صحابه بعدا نوشته شده، چون که مثل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ابو حنیفه رحمت الله علیه در خدمت وسیع‌تر از تصنیف و تألیف پرداخته بودن. خداوند از ما و شما، از کل آنانی که پیروی مذهب حنفی میکنن، از کل جهان اسلامی که از فقه ابو حنیفه استفاده میکنن، خداوند ایشان را رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند. ما شما را به خدا میسپاریم. دیدار آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.